گاهی وقتا می‌کنیم. در همون زمانی که پیشنهاد از طرف ما صورت گرفت، الحمدلله کبیر المؤمنین حفظالله لبیک گفتن و یک کمیسیون رو انتخاب کردن، تعیین کردن. ما خودم هم عضو کمیسیون بودم از سکتور خصوصی. در اونجا ما پیشنهادات خود دادیم در قسمت مالیات، کم شدن مالیات که در کل پیشنهادات ما بعد از جر و بحث تجزیات ما هفته داشتیم، همه‌اش پذیرفته شد. مالیات ما به حد اقل رسید، مالیات ثابت ما به 0.05 که قبلا به یک مدتی بود تایید شد و یک مشکل دیگه که ما داشته اصلا باید با 5 سال نگاه میکردیم که او خوشبختانه در رسید 1 سال رفت که شما در 1 سال که سال قبلیش هم بیلانس میکنیم و سال بعدی مثلا 14 سالیه که ما بیلانس میکنیم به 14 سالیه یا بررسی شوه یا نشوه ما مسئولیت به ارائه اسناد نداریم و شده از ما بررسی هم نمیکنیم و سیستم مالیاتی ما بسیار خوب شده و حال ما خوشحال به این هستیم که در هر مورد الحمدلله مناسبی است افغانستان همراه ما مشوره میکنه و ما هم تلاش میکنیم که مالیاتدهی بیشتر شود. اگر مالیات پایینه باز ما مالیاتی رو بیشتر میسازیم که همه مالیاتی تابع مالیه شود و زودتر تحویل کنم که ما خواهد الحمدلله بعد از سالهای دراز از بودجه داخلی ما تمام مصارف رو اساس وقت پول تحویل کنیم و ضمن دیگه میکنیم. سالها ما رو بلا میجرایم، پولای ما رو زیاد میگفتن که جرایم هم معاف شد، از بین رفت و الحمدلله مردم آماده شدن که این چیز کنیم ما مالیه بپردازیم و زودتر بپردازیم. تمام تاجرای ما که بیرون از کشور رفتن در وقت رفتن و آمدن امارات اسلامی حراس و تشویش داشتن، الحمدلله میبینن که بعضی تاجرای ما میاد، بعضی حتی وکیلای پارلمان ما میاد، هیچ کدام ممانعتی نیست، هیچ کدام تشویشی نیست و دیگر نیتیان الحمدلله وضعیت شده و کاروبار روز به روز رونق میگیره. ما تقاضا میکنیم از این تاجرای ما دوباره به وطن بیان، پولی که دارن پولشان محفوظ است و ما به وطن خود بکنن.